هنرمندان گپی حق رو پشت پرده محفوظ نگاه می‌دارن و ما امروز تصمیم گرفتیم که همه گپایی که در پشت پرده محفوظ بود همون پرده رو ما برف میکنیم و همون حقیقتی که در پیش بود همش رو روی زبان میاریم بین مخلصان میفهمونیم. آیا شما سخن‌هایی بودن که پشت پرده محفوظ بود؟ گمان میکنم که در زندگی هر یک انسان این گونه هست و انسان نمیتواند که همه آن زندگی خیش رو همین روی کاغذ بهر دیگران مثلا نشان بدهد و اگر که گرچند که ما کشود و روشن صحبت کنیم باز هم میماند آن یک سیرهای مخفی که بین ما در دل ما. بله سلامت باشید. سلام روزمانو میگفتید که این حال در همین صفحه اینستاگرام ما وارد میشویم. وارد از نام شما نیست بسیار سایت ها نیز هستند. آیا شما سایت رسمی خود رو در اینستاگرام یا که دیگر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شما صفحه اصلی خود رو دارید؟ بله در همون شبکه‌های اینترنتی اینستاگرام اگر که یک از خود من با 252,000 مخلص که وارد آن صفحه ما هستند من در اصل آن خود من هستم و راستی دیگرهایش رو نمیدونم اهمیت هم نمیتونم. شاید مخلصانتون باشند شاید اگر دیگر طرفدار باشند شما هیچ مستعد نیستید این نفران که از نام شما این صحیفه ها رو میکشویند. راستی اولین درجه من نمیخواستم که پس من مثلا از نام من یک سایت های من رو مثلا استفاده برند از نام من زیرا که خیلی مثلا ما اداره میکنیم سایت های خیش رو و هر گونه سخن های قبیح رو در آنجا جا نمیگذاریم و من اگر که مخلصی از شدید من باشد هرگز برای من یک سخن قبیح نمیزنند و من گمان میکنم که در انمان شبکه اینترنتی من هم نیست انسان های بد وارد نیستند و خوب میشد که به اجازت چنین نمیکردند. بله سلامت باشید. خب اینجا میگذاریم با سوال‌های نوبتی که از جانب مخلصان به شما اومده است برای شما پیشکش می‌کنم فقط جواب شما رو میشنویم. خب اینجا یک برادر ما به شما درود میگوید از شهر غریبی میخواهد که یک سرود غریبی بهرشان زمزمه نماید چون که میگوید که ما بسیار منتظر انا همین لحظه بودیم منتظر انا همین روز بودیم که کای سریناز بانو در انا همین برنامه شرکت می‌ورزد و در انا همین برنامه 4 مصرع سرود بهر غریبان زمزمه نماید. ما گفتن هموند که همین شاید که مدت یک ماه پیش باشد و اهل مخلصان هم علاقه یک سرود غریبی پیشنهاد کرده باشند وقتی که آنها بسیار خواهش میکنند که با صدای زنده حتما دور از دیده مادر جگران بیریانه این غریبی به خدا بر سر من زندانه دل خوشی نیست در آنجا همه کس سرسانه دل خوشی نیست در آنجا همه کس سرسانه وطنی خود به خدا جنت و هم ریزوانه وطنی خود به خدا جنت و هم ریزوانه. خب سلامت باشه سریناز بانو صدایت خسته نباشد واقعا هم صدای زیبا دارند و واقعا هم بانوی هستند که با آن همین صدایش با سیمایش در دل همگان جای گرفته است و هزاران مخلصان خیش را مفتون خود کرده است. خب اینجا باز یک سوال دیگر باز یک مخلص شما به نام بهروز جان میگوید که میخواهم با سربیناز یک سرود مادر گذرانم در یک سرود مادرشان میخواهم اشتراک کنم چون که من مادرم را طول چند وقت شده است از دست داده ام و البته میخواهم که در یک دهه زیبا منظره کشورمان این ثبت را به انجام رسانیم. خب شما چی گفتن بهروز جان میخواهد که در یک کلیپ که شما برگزار میکنید یک کلیپ رو شما آماده مینمایید در همون کلیپ میخواهد بهروز جان اشتراک نماید. آیا شما راضی هستید یا نه؟ اولا بهروز جان برادر گرامی قدر جای انمون مادری گذشته شما فراموش جنت باشد و آخرتش آباد و گفتنیم که بله همین لحظه های نزدیک از سببی که من مادر خودم نیز بیمار در بستر هستم مدت 10 ماه می شود و من میخوام که یک اون درد دلی که در من است برای مثلا مادرم تا زمزمه کرده باشم و این برادر میتواند که توسط شما مثلا رسم های خیش رو تا که مثلا کارگردان ها باید که
انتخاب کنند چهره‌های نفرانی که میخوان که در نقش‌ها ببازند پس شاید که موفق باشند. خب سلامت باشید. بهروز جان، این زمان که ما رو میشنوید شما حتما با ما تماس گیرید و ما با شما کمک میرسونیم که همین سربیناز بانو در یک کلیپش با شما رو همراه کند. خب بهروز جان، اگر ما رو میشنوید حتما با ما تماس گیرید. خب اینجا باز یک برادر ما از ناحیه فردوسی نعمت الله میگوید که بار سربیناز بانو عاشق شده است و نعمت الله در نظر آن را نظر دارد که با مرد عاشق شده است و آیا این عاشقی سر و سامان یافته است؟ آیا سربیناز بانو عین حال خود را خوشبخت حس میکند؟ راستی برادر عزیز، زندگی خود به عشق معنایی ندارد. بله. اگر که ما عشق مثلا مرد رو نداشته باشیم در زندگی، ما نمیتونیم که با در یک بستر سر بمانیم و زندگی خویش رو ادامه دهیم. بعداً عشق است به وطن عزیز خویش. اگر که چنین عشق هم نباشد، ما نمیتونیم که این وطن خویش رو نگه داریم و در آن سپر شویم. البته که برمیاد که این مهر و محبت است که ما رو با یکدیگر نزدیک میسازد و من تا حال عاشق هستم. تا حال من عاشق مرد زندگی خویشم هستم که البته که عشق همین گناه است که هیچگاه سر و سامان نمی‌یابد. و زندگی مشکلی ها دارد، پستی ها دارد، رشک های زیاد دارد و تا روزی که هستیم اکو صبر و تحمل میکنیم. اما مثال اکو یکم مثلا طاقی نیستیم که هر روز به سر کشتی پوشیده گردیم و صبر باید کرد در زندگی. خب سلامت باشه سربیناز بانو. سربیناز بانو، اگر خطا نکنم پیش از یک ماه بود در فدراسیون روسیه در سفر بودید، در آنجا کنسرت ها برگزار نمودید. پذیرایی کنسرت مخلصان چگونه پذیرایی کردند؟ چگونه بود آن پذیرایی؟ راستی مقصد من سفر کردن به خارج از کشور این یک دیداربینی با مخلصان و یک برای من یک روحیه وقتی که کم بیرون میشوم که با مخلصان با هموطنان عزیزم خارج از وطن سفر کنم، یک روحیه دیگری برای من میبخشد. خیلی میشود که یک میبینی که چگونه که آنها تشنه یک مثلا دیداری هموطن هستند و خوب بود. شکایت هم ندارم. من حتی گفتن که مثلا که باز یک استیچور کنسرت دیگر شود تکرار. راستی گفت که من دیگر از همینجا که تیاری تنها با دو کنسرت آمادگی دیده بودم. اولین روز در شهر مسکو و روز دیگرم در شهر تاریخی سنت پترزبورگ کنسرت داشتم و خوب گذشت و من قریب یک 2 سال است که چنین سفرها میکنم. پیش وقت بود سفرهایی که با دیگر کشورهای دیگر. بانو، سربیناز بانو، میتونید چی؟ اگر روز شوهر شما گوید که سربیناز بس دیگر روی صحنه هنر نمیبرایی و خانه میشینی با کودکان مشغول میشوی، شما در این حالت چیکار میکنید؟ البته که اگر که زنی که در فکر زندگی و اندیشه آیندهش باشد با سخنهای شوهر گوش میاندازد و گمان میکنم که یک رفتاری مردانه میشود از جانب شوهر، من ضد نیستم. البته که من عائله خویش را انتخاب میکنم. شما یعنی صحنه رو قربانی میکنید به خاطر زندگیم. بله. که شما رو هزاران نفر مخلصان سرودهای نوی شما رو انتظارند، شما رو انتظار روی صحنه هنر شما رو منتظر است که سربیناز کی روی صحنه هنر میبرد، کی از سرود تازه ایجاد میکند برای مخلصان خود. یعنی شما صحنه رو مخلصان رو همه رو قربانی اویله میکنید. همین خیر. البته زیرا که در زندگی تا مثلا ما باز پیری داریم، آینده داریم و ما رو شوهرمان همراهی میکند. خیلی مخلصان هم یک از اسباب زندگی خویش هستند و البته که به خاطر انتخاب شوهر، به خاطر سخنهای شوهر ما میتوانم که دست کشم از این صحنه. سلامت باشید. و ما خواهان آن هستیم که هیچ وقت از زبان شوهر شما این گونه سخنها بر نیاید و همیشه با شوهر خود باشید، با والدین باشید، با پدر و مادرتون باشید، با فرزندان باشید و همیشه در روی صحنه هنر باشید، در روی صحنه تاجیک باشید، چون که شما را هزاران مخلصان دیگر در روی صحنه منتظر شما است. خب سربیناز بانو، میدونید چی؟ آیا باری شده است که در خانه در آوان خردسالی مرتکب گناه شده اید و
و از جنگ مادر ترسید و گناه را بر سر اپتان یعنی مهیابانو پرتافتید. البته بگم که بسیاری هر یک از این حادثه رخ داده است. شاید که در خاطر نداشته باشم لیکن بود وقتی که اول یک گناه میکردیم اول که هنگامی که یکی پدر یا مادرم وارد خانه میشدند تیز سرکک انم گناه خیش را پوشانده اولین سخن را آدم گناهگار کرد میزند که میخیزد و مادر جان تا آمدنتان همه خیلی خیش شد. لیکن یاد ندارم که چگونه گناه کرده باشم. خیلی انسان بیگناه نمیشه. یعنی بر سر اپتان مهیابانو پرتافتید این گناه را. شاید. خب شما یاد دارید که همین گناه کردیتان رو در سر مهیابانو پرتافتید و آیا مادرتان مهیابانو رو تنبیه کرد؟ راستی گپ دوره های ما نمیدونم یک لحظه های بودن که هنگامی که مادر گپ میزد ما خاموش میستادیم. بله. هنگامی که مثلا که بین یکدیگر ما مهر و محبت و احترام بود. خیلی حاضر نگاه میکنم که مهر و محبت و احترام هم نسبت کلانسوان از طرف جوانان کم شدن و میبینم که بسیار جوانان چقدر با پدر و مادرشون علاقه یک آواز صدای بلند میکنن و چگونه بود نبود که یک لحظه های بسیار خوب بود. لحظه های ما فراموش نشونده. واقعا وقتی انسان دوره خردسالی رو به یاد میآورد باور کنید دوره خردسالی به یاد میآورد و واقعا همون دوستانی که در عین خردسالی باهاشون همراه بودیم هم صنفان واقعا میاد به انسان یک حسی عجیبی میآورد. خب اسریناز بانو چگونه که معلوم است اولین کنسرت شما اولین کنسرتی که با نام 1001 شب بود در مجمع پوشوکه کاخ بورباد اگر خطا نکنم که یکم می سال 2012 بود. مقصد از برگزاری نام این کنسرت 1001 شب در چی بود؟ چرا محض شما 1001 شب رو انتخاب کرده؟ پیش از اونه که من کنسرت رو آماده می ساختم یک سرود آماده ساختم که سرود از یک انوان ژورنالیستای برجسته ما. پیش از اونه که من کنسرت خیش رو برپا میکردم یک سرود داشتم از جناب استاد فرهاد میلان که با نام 1001 شب که در آنجا قصه انوان یوسف و زلیخا، قصه انوان لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین در آنجا جا گذاشته شده بودند و محض این یک ایده من بود که من این برگزاری کنسرت نام این کنسرت رو چنین نامگذاری کنم. آیا برنامه انتخاب همین نام به شما کسی کمک کرد؟ البته که ما در یک جایی با انمان کارگردانی بهترین بهرگین رجب در یک جایی این همه به یک سر مقصد آمدیم. سلامت باشید. خب ما تصمیم گرفتیم که به پشت پرده گفتگو کنیم. خب اگر مخفی نباشد اگر پشت پرده نکنید میگفتید که در آن همین کنسرتی که شما 1001 شب گذرانده چقدر مبلغ صرف کردید و چقدر مبلغ درآمد کرده؟ آیا آن همین کنسرتی که شما برگزار کردید آیا این به فایده شما بود که به ضرر شما؟ در آن لحظه من فکری فایدهش رو نکرده بودم به خاطر که بود که من رو باید که یک اولین این آرزوی من بود. گمان میکنم که هر یک هنرمندی که اگر هنرش را کسب بشه دوست دارد این آرزوی اولین درجه اون است که در یک تالار پرشکوه روی همین صحنه کلان با مخلصان خویش روبرو شدن و من هیچگاه فکری همین مبلغ رو نکرده بودم زیرا که انسان هایی که به خاطر مبلغ کنسرت میمونند آنها آرایش زیادی نمیکنند در آن کنسرتی که هستند نفرانی که مثلا چگونه که میگویند که سرپرست اسپانسری میکنند و آنها آن مبلغ انمان سرپرستان رو صرف انمان کنسرت مینمایند و آن مبلغی که به فایده میآید در جیب که خود میمانند و من به خاطر که یک زن عائله‌دار که بودم برای من سرپرست لازم نبود زیرا که اکثریت سرپرستان فکرهایشان تماما دیگر است. خیلی گمان میکنم که شما خودتون میفهمید. بعدا من این رو به خاطر فقط یک راستی بگم که اگر که خانه خیش رو در فروش ماندم من همیشه بود که از خانه هم دست کشتم و به خاطر صنعتم خانه رو قربانی کردم. در آنجا مبلغ $60,000 آمریکایی صرف شده بود و پشیمان نیستم. راستی گپ نه فایده دیده بودم نه ضرر. بله
فقط به خاطر یک مثلا یک آبرو، به خاطر که برای هنرمند چی درکار است که آن را بشناسند و مردم خوب پذیرایی کنند. بله سرینوز سلامت باشید. و نگفتن ما که بعد از این کنسرت مثلا که میگن که اگر که یک خرج زیادی میکنی پس یک خرج خوبی نیست به تو میآید. و بعد ماشین هم شد و خانه هم شد، لیکن اون کنسرت مثلا یک در خاطر هم صدها نفر ما مثلا ماندن. بله آن کنسرت نیست در خاطری من هم باقی مانده است. شگونه که گرچه که در آن کنسرت حضور نداشتم لیکن طریق سامانه‌های اجتماعی اینترنتی تماشا کردم، توسط آینه نیگون تماشا کردم. خب این کنسرت به حد کنسرتی عالی جناب در سطح عالی گذشت. خب سرینوز بونو شما میگفتید که انا همین هنری که دارید از خردسالی بود آیا باره از همین هنرتان دل شکسته شده که این سوال رو یک نفر مخلصتان از شهر غریبی به ما ارسال نموده؟ سلامت باشید. گمان میکنم که هر یک نفر وقتی که کدام سخنی رو کدام کس رو انتخاب کنه یک بار دل شکسته می شود یا یک بار دو بار دل شکسته می شود، لیکن باید یک اراده قوی لازم برای انسان که مثلا یک وقتی انسان قوی باشد کارش نیست پیش می رود. و من خود در آینه یک صنعتکار به دنیا آمدم که مثلا اپام و غیابانو مثلا خواه هایم مادرم مثلا پدرم زمینه بودن که مثلا یک با یک اسباب نوازش میکردند و بین محفل های یا دوستان خویش بودند زمزمه میکردند و یکم تا آنها هم آمده بایستند. آنها من بودم که روی این صحنه وارد شدم و لیکن گمان میکنم که در آینه این هنر تا حال هست که بین خود یک مینوازند و زمزمه میکنند. یعنی انا همون صنعت عائله بود که شما امروز در دل مهر کردید و روی صحنه هنر برآمد نمیشه؟ شاید. سلامت باشید. خب سرینوز بانو شما میگویید که بیشتر سرودهای خود را در کجا ثبت می‌نمایید؟ تنها در داخل دوشنبه یا که از بیرون از دوشنبه یا که بیرون از تاجیکستان سرودهای خود را در کجا ثبت می‌نمایید؟ گمان میکنم که برای هنرمند خوب در کجا ثبت کردن کلیپ این یکم مشکلی ندارد وقتی که صدا خوب باشد، وقتی که سیما خوب باشد، وقتی که نمان یک منظره های خوب باشد ما میکنم که خلق آن را بپذیرد و ما نیز کارگردان های خوب داریم و منظره های خوبی داریم که مثلا شاید که خارج از کشور آن منظره ها را نداشته باشند و من قریب همه کلیپ های خویش رو در منظره های تاجیکستان خویشم به نمار میگیرم سببی که بسیار یک سرودهای خلقی که میسرایم و برای سرودهای من بیشتر انمان یک منظره های طبیعتی تاجیکستان، منظره هایی که یک خاکسارانه خودمان بسیار یک کار میگویم. بود لحظه هایی که خارج از کشور شدم هنگامی که سفر کردم به خارجه مثلا یک ذره وقتی که یافتم که در آنجا یک ثبت کردم لیکن به خاطر یک کلیپ من از تاجیکستان دور نمیروم. وقتی که هنگامی که یک اندیشه کلیپ رو کردم حتما باید که در آنجا یک کنسرت خویش رو حتما یک برگزار کنم که مثلا که یک همه طرفه یک دو جانبه باشه مقصد سفری من. خب سرینوز بانو میدونید چی سال 2019 بود که این عین حال من یک سال سپری شد. شما یک سرود با نام با مو نیمی نگاه سرود عاشق شدم. خب که این سرود مفتون همگان گشت، در دل همگان مخلصان جای گرفت، همگان این سرود رو پذیرفتند. شما میتوانید که از انا همین سرود 4 مصرعش رو برای مخلصان خود پیشکش نمایید. با مو نیمی نگاه سرود عاشق شدم دیگه چاره ندارم والا کشتی زیغ شدم خدایا عاشقم یا که غریبم چرا از وصل یار من به نصیبم خدایا من نمیخواهم جدایی چرا باشه جدایی در نصیبم با مو نیمی نگاهی سرد عاشق شدم دیگه چاره ندارم ای والا کشتیم زیغ شدم.
خب سلامت باشه سریناز بانو، صدایت خسته نباشد. واقعا هم صدای دلنشینی دارید که خود مخلص اشده شما هستم و شما رو قدر میکنم تا چه که از دست همین از شما رو عزت و احترام میکنم، حرمت میکنم. خب صدایت خسته نباشد بانوی هنر. خب بیایید این لحظه راجع به زندگی خصوصیتان حرف میزنیم. زندگیتان چگونه است؟ آیا خود را در عائله خوشبختی حس میکنید؟ من نمیدونم که انسان خوشبختی رو در چی میبیند و برای من خوشبختی اولین درجه این در تنی صحت است، در عائله سالم است. وقتی که فرزندایم سالم هستند در پیش من به اویا میرسند، مولای عزیزی من در بری من است، این برای من یک خوشبختی است. پول و مال و ثروت این برای من یگام ذره خوشبختی اگر گویم پول و مال و ثروت را این خطا است. من راستیگه باری هم حسوسی مال و یک پول و مثلا یک خانه های به حشمت را هیچگاه نخوردم، زیرا که کمی باشد و بیغم باشد. البته که خوشبختم. خب سلامت باشید. تا جایی که من معلومات دارم صاحب دو فرزند هستید که پسرتان به نام ابوبکر جان و دخترتان به نام خمار بانو. بله. خب سلامت باشید. خب سریناز بانو شما گفتید که در کجا به وایه رسیدید؟ در کجا تولد یافتید و در کجا به وایه رسیدید؟ زادگاه من این شهری وحدت است. من در شهری وحدت چشم با عالم هستی شدم، در آنجا تولید شدم و تا آنمان یک صنف 11 در آنجا تحصیل نمودم و بعد از ختم مکتب میانه حجت‌های خویش را به دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان به حیث روزنامه‌نگار سپردم. طول یک سال آنمان روزنامه‌نگاری را تحصیل کردم و از بخش دوم بود که نمیدونم این یک خطایی جوانی بود که ترک کردم این روزنامه‌نگاری کردم و با انسامبل گلشن آمدم، زیرا که چگونه که گفتم مهر صنعت که در دل من جو بود. آمدم با استاد شادروا سبحان سعید رهبری میکردن و طول یک دو سال در آنجا کار و فعالیت کردم. بعداً به فرمان دولتی به انسامبل فولکلوری گنجینه وارد شدم و به مدت چندین سال در آنجا کار و فعالیت کردم با استاد چلاخان خالو. بعداً دیدم که انسامبل فولکلوری گنجینه این جای من نیست، زیرا که در اینجا بسیار صورت‌های فولکلوری ایجاد میشد و من حس کردم که من باید که با یگان انسامبل استرادی روم و یک دوستم با نام ظفر کریموف که تنظیمگر هستند پیشنهاد کردم و ما با انسامبل سپری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به حیث سراینده وارد شدم و طول چندین سال در آنجا کار و فعالیت کردم با استاد عزیز خویشم که آن ما استاد هنر خویشم، استاد همین کار خویش می‌سازم، استاد هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان استاد عمر زیوف. طول 8 سال در آنجا کار و فعالیت کردم و بعداً بود که با سبب‌های عائلوی مثلا که در مرا اجازت نشد که دیگه در انسامبل کار و فعالیت کنم و حالا که انسامبل خویش را دارم، انسامبلی که توی مرکه ها میروم و اگر که گویم که آزاد هستم خطا نمیکنم. خب شوهرتان یعنی و شما اجازه داده است که برای توی مرکه ها نیست تشریف برید؟ این حال مثلا یگمانه نشده بود یکدیگر فهمی هست، مهم باوری است از زندگی، احترام یکدیگر هست و هنرمند خرجی که هنرمند میکند من یک مبلغی هم که به دست میبید، این شکر خدا از آنمان توی مرکه ها هستن که ما مثلا مبلغ به دست میاریم و در زندگی شوهرم خودش مثلا خرج خانه رو به عهده میگیرد، لیکن راستی به کارهای من عموما دخل ندارد و آنچه که من میکنم برای ثبت های کلیپ این هم از خرج آنمان توی مرکه های من است. سلامت باشید سریناز بانو. میگفتید که آیا سرودهایی هستند که تا حال منظور مخلصان خود نگردانده اید
و من میدانم که هر یک هنرمند ذخیره دارد به خود. ذخیره دارد که یا که اینکه آهنگش ساختگی ثبت کردگی نیست یا که ثبت کردگی و اولی منتج کردگی نیستن. او همین خیلی سرودهای هستند و شما میتونید که از همون سرودها 4 میسرش رو بهریم و بهر شنوندگان بهر مخلصان خود پیشکش نمایید. راستی من یک چند سرودهای دارم که تحت تنظیم قرار دارم و بعضی هست که تنظیم هستند و تنها یک صدا مانده است که ثبت کنم و روزهای نزدیک یک کلیپ آماده ساخته ایستادم که شاید که روزهای نزدیک منظور مخلصان هم ببینن. حتی در آنجا یک پسر نقش می‌خورد که اولین شده در آن ثبت کلیپ من نقش می‌خورد، زیرا که اون نفر شهروند تاجیکستان است و لیکن طوری چندی سال است که در شهر روسیه زندگی می‌کند و همین لحظه بود که خواست یک مثلا بریداری با عیادت خویش تبارش بیاید و در همین ثبت کلیپ ما قرار داشته باشد. یک چهره نو است و این آهنگ طول 22-23 سال پیش از استاد فرهاد یگدینه صدا داده بود. به خاطر که چقدر در دل من نزدیک بود این سرود، ما می‌کنم که هر یک از درد عشق را دارد. بسیار جوانای ما نیست فیلم خورده هستند و بسیار نزدیکم که نزدیک بود از استاد خواهش کردم که همین سرود رو برای من تحفه بسازم. با آنها نیز زید نشدن و روزهای نزدیک میشنوید این سرود رو همراه مخلصانم نصیب باشد. و باز یک دو سرودی هست که ناخوانده است و من کوشش میکنم که در فصلی مثلا یک سرمای زمستانه آماده کنم تا به فصلهای بهاری که منظور مخلصان هم بگردن. سلامت باشید. خب از انا همون سروده که گفتید حاضر میتونید شما 4 میسرش رو زمزمه نمایید. دوستان بس که خرابم ز غم یار امشب وای وای ز غم یار امشب عجبا زنده بمانم منی بیمار امشب وای وای منی بیمار امشب کو اجل تا بخرد جانی مرا ارزانی کو اجل تا بخرد جانی مرا ارزانی که به هجرانی تو افتاده مرا کار امشب وای وای مرا کار امشب. خب سلامت باشید سربیناز بانو، صدات خسته نباشد. بهترین آواز را دارید، بهترین صدا را دارید. خب سربیناز بانو، میدونید یک خصلت شما به من بی نهایت پسند آمده است. انا همون خصلتی که پیوسته از حال دردمندان، از حال کمبزاعتان شما تیز تیز خبر میگیرید. انا همین چی شد که انا همین خصلت به شما واگذار کردید؟ خصلت به دل انسان دیر یا زود جا نمیشه. بله. این از زبان خوردی وقتی که انسان تولید می شود گمان میکنم که یک در بعضیاش مهر و شفقت وارد می شود، در بعضیاش شاید یک دل کسی رو رنجاندن و این گونه خصلت ها رو کسی نمیتواند در دل انسان جا کند و جز خداوند. و مسلمان حقیقی نیست باید که مهر و شفقت داشته باشد به دل خویش. ما از خود چیزی نداریم، حتی که ما خود امانت هستیم از خداوند. هر آنچه که خداوند برای ما داد و میتواند که در یک لحظه دیگر باز پس بگیرد. درست. و هر آن چیزی که برای ما داد ما باید که اقلاً که یک فایزش رو به دیگران و محتاجان باید که تقسیم کنیم. و هر یک انسان نیکی میکند به خاطر آینده و آخرت خویش میکند و شاید که یک کمی هم باشد دستگیر ما بشود همین خوبی ها نیکی ها. و من خود یک شخصی هستم که بسیار یک رحمدل. باور کنید اگر که یک انسان رو بینم که کمتر در یک حالت وزنی باشد راستی که به یک دو روز علاقه به خود نمیام. بله. و من از خداوند فقط همین التجا دارم که همیشه درباره ما نیازمندان و محتاجان باشند و
خوب میشد که همین کمتر میدیدم نیازمندم رو. بگذار که همش یک شخصان دورانده میشنند که آدمان میگن که درد دلی هموطنی من این درد دلی من است و من نمیخواهم که یکم هموطنی من یکم تنقصی داشته باشد، مشکلی داشته باشد. بگذار همه خوشبخت باشم. خب سرمایز بانو بدونید چی سلامت باشید. بدونم که بسیار سرودهای شما میبینم با عشق، با مهر و محبت، با یک جهان پر از احساسات میسرایید. مقصد این گونه سراییدن در چیز شما؟ زندگی ما خود سراپا عشق است. اگر که یک در زندگی نفرت باشد پس چگونه ما میتوانیم که یک سرودهای عشقی سراییم، یک از محبت صحبت کنیم؟ وجودی من خود پر از مهر و محبت عشق است و من همین میتوانم که طریق سرودهایم همین سرودم ابراز نمایید. خب سلامت باشه سرگناز بانو. اینجا یک نفر برادر ما از شهر غریبی یعنی از شهر مسکو و شما درود میگوید سرگناز بانو. میگوید که سرگناز بانو اولین سرود خویش را در روی صحنه هنر خوانده است. این کی بود و میتواند که از آن همون سرود چهار مصرعش را زمزمه نماید؟ اولین سرودم سال 2003 بود در یک برنامه کنسرتی سالی نمی که کارگردان این برنامه استاد حلیم سنگین بودن و این سرود غزل سعدی شیرازی بود. آهنگ از برهام میرزا شاه، یک آهنگ جذاب بود. بسیاری ها رو یاد ندارم زیرا که در آن یک ثبت هایی بود که در آن لحظه ها البته شبکه‌های اینترنتی وجود نداشتند. تنها همین یک فیته هایی که ویدیوگی بودن همونها بودن و من خود نمیدونم دیگر آن ثبت رو دسترس کردم نمیتوانم. فقط کمی یادم ده هست که شما بینید که سال 2013 البته چندین سال سپری شده است. بله. هرگیز نبود سر به بالا که تو داری یا محو صفای رخ زیبا که تو داری یا محو صفای رخ زیبا که تو داری. خیلی میگن که سر بالای تو هرگیز همیشه بالا نیست یا اینکه اون ماه رخسار تو زیبایی تو همیشه نیست. بله. به همین خاطر انسان باید که خاکساری رو پیش نماید. خب سلامت باشه سرگناز بانو. اینجا باز یک نفر برادری ما میگوید که سرگناز باز هم درود میفرستد، سلام خویش را میخواهم به سرگناز بانو رسانم. میگوید ما حتما برادر سلام شما رو من به سرگناز بانو میرسانیم. میخواد که یک سرود مادر با آواز زنده، البته که اینجا با آواز زنده صدا میدهد، میخواد که سرگناز بانو چهار مصرع سرود مادرش را بهر بینندگان بهر مخلصان زمزمه نماید. و نمازی بام دادم و کفم دعای مادر دری جنتم کشاید رحمت و رضای مادر. تو نوایی تو صفایی تو دوای دردهایی تو نوایی تو صفایی تو دوای دردهایی. بکنم سجده به پایت ببوسم خاک پایت بکنم سجده به پایت ببوسم خاک پایت. رهنما و ره کشایم توی مادر توی مادر رهنما و ره کشایم توی مادر توی مادر. برای مادران عزیزم، برای مادرای مهربان، برای مادرانی که همیشه جاوید در بالای سر ما فرزندان باشند. خب سلامت باش سرگناز بانو. واقعا هم انسان دوست بینندگان عزیز وقتی انسان نام مادر را به زبان میآورد به خود یک حس عجیبی پیدا می شود. اگر ما از صبح تا شام درباره مادر گپ زنیم باور کنید دوستان عزیز این همش کم است. باور کنید اگر ما چه خدمت‌هایی را برای مادر اگر نکنیم باور کنید این یک روزه رنجی که مادر میکشد باور کنید دوستان عزیز برابر نمی شود. زیرا میگوید که یک چند گفتنی های میگذارم بعدا باز هم صحبت رو دوام میدیم. میگوید که مادر جان نمیدونم چگونه سخن گویم از بزرگی از زیبایی
محض انا همین بزرگی تو بود که ما هستیم. اگر مادران نمی بود نمیدونم که امروز ما به چه حال گرفتار بودیم. مادر جان میدونید چی؟ اگر بهش گل می بود آن را برایتان هدیه می کردیم. اگر پرنده می شد آن را برایت داشته می آوردیم. اگر قصر تیلاگین می بود آن را با این دستان خود می ساختیم. اگر جان می بود آن را برایت هدیه می کردم. زهی ای فرشته حیا. مادر واقعا هم دوستان عزیز، مادران خود را دوست دارید، والدین خود را دوست دارید، زیرا میگن که وقتی که مادر خیش را از دست دادیم دیگر آن روزها بر نمیگردن. 100 پشیمانی میکنیم دوستان عزیز، انگشت پشیمانی میگزیم ولی هیچ سودی ندارد. دوستان عزیز، مادران خیش را دوست دارید. واقعا هم امروز سربیناز بانو توانستند که با آن همین 4 مصرعی که سرود زمزمه نمودند بهر ما یک حس عجیبی پیدا شد به ما و حس میکنم که با شما نیز تماشابینان عزیز این حس واگذار خواهد شد. واقعا هم سربیناز بانو تشکر میکنم که تکلیف ما را پذیرفته و به همین برنامه ما تشریف آوردید. واقعا هم سربیناز بانو شما چه خیلی که گفته گذاشتید در شهر وحدت به پایان رسیدید. وقتی انسان اسم زادگاهش را میگذارد و انسان یک حسی عجیبی پیدا می شود. خب یاد دوستان، یاد رفیقان، یاد همسبقان میکنیم. خب این لحظه هایی که در این لحظه هایی که آخری برنامه آمده ایستاده است، شما با کدام از دوستانتان درود فرستاده میخواهید؟ بعضی وقت میشد که سوال میشد از اون همسبقانی من، از آن نفرانی که در یک مثلا مکتب میانه و در دانشگاه عالی که اینجا مثلا تحصیل میکنه و من خود ختم کننده دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان که هستم. وقتی که انا من دانشگاه ملی تاجیکستان رو ترک کردم حیث روزنامه‌نگاری، بعد از مدت 1-2 سال پس بود که به دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان حجت‌های خویش را به حیث گوگوچی سپردم. وقت من ختم کردم و الان من ختم کننده مکتب عالی هم نیز هستم. و از آن سوال می شود، مثلا رقم‌های تلفنم را دسترس میکنند و میگن که مرا شناختی، من همسبقت هستم، در یک جا مثلا تحصیل کردیم یا اینکه خودت رو گرفتی دیگر نمیشناسی. راستی گفت اینقدر از این سخنان خوشم نمیآید. خیلی من به عزت نفسی دیگر کس رسیدنی نیستم. و هم میگن که عالم شدن آسان، هنرمند شدن آسان، انسان شدن بسیار دشوار است. بیش از همه باید که انسان باشی. و با کل آن نفرانی که مثلا ما میشناسند و ما در یک جا مثلا نانوخور بودیم، در یک جا مثلا تحصیل کردیم و دوستی داشتیم و میگن که من دیگر نشدم، من همان هستم و همان که جلوی شما نشستم. و انسانی که یک عقل رسا دارد هیچگاه شهرت فرمان برای دیگر کردن نمیتواند. ما باید که مثلا روی دست خیش آن پول شهرت رو داشته باشیم، نه اینکه شهرت و ثروت ما روی دست خیش گیره. و سلام خیش رو با کل همه دوستان و برادران میرسانم. و اگر که گفتنیم که میگن که یک خصلت یک انسانی و همیشه یک بخشش پرسیدن است که خداوند با بزرگیش ما را میبخشد، پس ما نیز باید که یکدیگر رو همیشه ببخشیم. و در زندگی شاید که خطایایی که از من سر زد نسبت به دوستانم یا اینکه نسبت همین زندگی و نسبت نزدیکانم و از هم من عذر می‌پرسم. طریق همین شبکه‌های اینترنتی، طریق همین برنامه‌ای که این زمان ما رو گوش می‌اندازند و میگم که خداوند در پناه خویش همه شما دیگر ما باشد و تنها سخنی خوب، یک رفتار خوب، مهر و محبت میتواند که انسان را به خویش نزدیک سازد و سخن قبیح و از سخن بد و فکرهای ناجور ما کسی به جایی نمیرسیم. باید که مهربان باشیم و در زندگی قدر دیگر بگیریم.
باقی سربلند و خانواده باشه. خب یعنی با همه بینندگان با همه آن یارو رفیقان هست به همشان درود میگیم که این زمان ما را از برنامه درخش اختر از کانال شهرانی میگه این تماشا داره ما نیز به همه آنها درود میفرستیم. خب بینندگان عزیز دنبال کنید از ایجادیات سروین ناز یوسفی سروده های زیبا دارند. خب پیوسته گوش کنید سروده هایش را چگونه که معلوم است به زودی سروده های نو کلیپ های نو میباید حتما گوش کنید تماشا کنید و حلاوت برید دوستان عزیز. اظهار سپاس میکنیم به سرویناز یوسفی که تکلیف ما را پذیرفتند و به این برنامه ما تشریف آوردند و منت پذیری خیش را به کلی آن نفران میرسانم که این زمان ما را تماشا کرده ایستادند و درود خود را به دو فرزندش که پسرشان ابوبکر جان و دخترشان خمربانو که در سیمای سرویناز یوسفی به مناسبت روز ارتش ملی که در پیش ما داریم تبریک میگویم و شوهر مهربانشان تبریک مبارک باد میگویم و با والدینشان تبریک میگویم. بگذار در عائله سرویناز یوسفی همیشه تنجه و آرامی صلح و ثبات و یکدیگر فهمی بگذار که همیشه پایدار بماند. خب بینندگان عزیز فرجام برنامه رسیده است. سخنهای آخرانی سرویناز یوسفی را میفهمیم بهر مخلصان بهر بینندگان چی گفتنی دارید؟ اولین مینداری خیش را با شما برادر عزیز میرسونم برای یک تکلیف برنامه ایجادی دادن و تشکر به آن نفرانی که این لحظه ما را همراهی کردند و کارگردان های و نواربرداران که وقت خیش را قیمت ندانسته و این لحظه را با ما همراهی کردن و توانستیم که یک لحظه هم باشد شاید که با یک سخن خیش و دل یک از تصمیم بخشیده باشیم، شاید که یک با کسی شاید که ناراحت باشیم و آن نفرانی که ما رو این لحظه میشنوند و شاید که به کسی خوش میاد از سخنهای ما و شاید که کسی رو ناخوش باشد از سخنهای ما، مثلا ما هیچ گفتن نمیتونیم و با همه آنها سلامتی تمام دارم و بگذار که همیشه در لبانتان خنده باشد و هیچگاه از نزدیکانتان دور نباشد و همیشه در یک وطن زیبای گل شکفانی یک وطن آباد آسوده عمر به سر بریم که خانه آباد باشه. خب سلامت باشید. خب سرویناز بانو در آخر کار در آخر برنامه و شما تمام خوشی‌های روی عالم را تمنا میکنم. بگذار انا همین صدای شما، آواز شما، سیمای زیبای شما، انا همین مهربانی شما بگذار جهان را تسخیر سازد با هنر. سلامت باشید. خب شد تماشابینان عزیز اینجا نکته نماند برنامه درخش اختر به پایان میرسد که مهمان نخستین برنامه ما بودن سرویناز یوسفی و من درودی سرویناز بانو را به کل مخلصان به کل تماشابینان میرسانم. خب نکته نماند که اینجا با یک جایگی با همکاری تالاری میبلی اکرم این برنامه برگزار شده ایستاده است و ما حتما سراغه این مکان را در زیر انا همین نوار میگذاریم و شما میتوانید همه نمود تجهیزات های خانه را آماده از تالار میبلی اکرم خریداری نمایید، زیرا شکوه و شهامت خانه به انسان یک نیروی دیگر میبخشد. خیلی بینندگان عزیز تا برنامه های درخش اختر صحتمند و پیروز بمانید.